قبل از اینکه این ویدیو رو رد کنی یه سوال دارم. اگه همین الان ازت بخوان جلوی 100 نفر صحبت کنی، اولین حسی که میاد سراغت چیه؟ ترس، استرس یا اینکه ذهنت کاملا خالی میشه؟ اگه این حس رو تجربه کردی بدون تنها نیستی. تحقیقات نشون میده بیش از 85% آدم‌ها موقع صحبت کردن جلوی جمع استرس میگیرن. اما چیزی که بیشتر مردم نمیدونن اینه که مشکل استرس نیست. مشکل اینه که هیچ وقت یاد نگرفتیم چطور ازش به نفع خودمون استفاده بکنیم. تو این ویدیو یاد میگیری چطور با وجود استرس با اعتماد به نفس صحبت کنی. تا حالا قبل از صحبت کردن جلوی جمع، ارائه دادن، ضبط ویدیو یا حتی یه گفتگو مهم قلبت تون زده؟ دستات عرق کرده؟ احساس کردی هر لحظه ممکنه همه چیز رو فراموش بکنی؟ اگه جوابت مثبته، خبر خوب اینه که تنها نیستی. تحقیقات نشون داده بیش از 85% آدم‌ها هنگام صحبت کردن در موقعیت‌های مهم دچار استرس میشن. اما نکته جالب اینجاست، مشکل داشتن استرس نیست، مشکل اینه که بلد نیستیم چطوری مدیریتش بکنیم. حالا چرا موقع صحبت کردن استرس میگیریم؟ شاید فکر کنی این فقط یه ضعف شخصیه، اما واقعیت چیز دیگه ایه. هزاران سال پیش انسان‌ها داخل گروه‌های کوچیکی زندگی می‌کردن. اگه از طرف گروه طرد می‌شدن، شانس زنده موندنشون خیلی کم بود. به خاطر همین مغز ما یاد گرفت که قضاوت شدن توسط دیگران رو مثل یه خطر واقعی ببینه. امروز هم هر وقت جلوی جمع قرار میگیریم همون سیستم قدیمی فعال میشه، در حالی که هیچ خطری وجود نداره. پس استرس تو نشونه ضعیف بودنت نیست. حالا هدفمون چیه؟ هدفمون از بین بردن استرس نیست. خیلیا فکر میکنن باید کاملا آروم باشن تا بتونن خوب صحبت کنن، اما این باور اشتباهه. استرس همیشه که بد نیست. در واقع همین استرس به مغزت میگه این موضوع مهمه و باعث میشه تمرکز و انرژی بیشتری داشته باشی. پس هدفت این نباشه که استرست رو نابود بکنی، یاد بگیر چطور مدیریتش کنی. وقتی بدن استرس میگیره اول از بدن شروع کن. استرس فقط داخل ذهنت نیستش که بدن هم واکنش نشون میده. ضربان قلبت بالا میره، دستات میلرزه، صورتت قرمز میشه، صدات میلرزه. برای کنترل این حالتها چند تا تکنیک ساده دارم که بهت یاد بدم. اول چند تا نفس عمیق و آروم بکش، بعد بازدم رو از دم طولانی تر انجام بده. این کار به مغزت پیام میده که خطر تموم شده. دومین کاری که میتونی انجام بدی قبل از صحبت کردن چند تا حرکت کششی انجام بده. یا اصلا فقط دستتو تکون بده تا تنش از بدنت خارج بشه. حتی خنک کردن کف دستا هم میتونه ضربان قلب و استرستو کمتر بکنه. فقط امتحانش کن. عزیزم، با استرست نجنگ. یکی از بزرگترین اشتباه‌ها اینه که مدام با خودت بگی نباید استرس داشته باشم، چرا انقدر مضطربم؟ همین جنگیدن استرست رو بیشتر میکنه. به جای این کار به خودت بگو طبیعیه که استرس داشته باشم. یعنی این موضوع برام خیلی مهمه. وقتی استرست رو بپذیری قدرتش خیلی کمتر میشه. حالا بزرگترین ترس فراموش کردنه. خیلی از آدم ها از این نمیترسن که اشتباه حرف بزنن، از این میترسن که وسط صحبت ذهنشون کاملا خالی بشه. راه حلش حفظ کردن متن نیست، راه حلش داشتن یه نقشه ذهنیه. قبل از هر صحبت فقط 3 سوال رو مشخص کن. 1. میخوام درباره چی حرف بزنم؟ 2. چرا این موضوع مهمه؟ 3. مخاطب بعد از شنیدن حرفم باید چه کاری انجام بده؟ به این مدل میگن چی؟ چرا مهمه؟ حالا باید چیکار کنیم؟ وقتی این ساختار رو داشته باشی، حتی اگه جمله‌ای رو فراموش کنی، مسیر صحبتت رو گم نمی کنی. تمرکزت رو از خودت بردار. وقتی استرس داریم مدام به خودمون فکر میکنیم الان صدام میلرزه، نکنه دارن قضاوتم میکنن، اگه اشتباه کنم چی؟
اما بهترین راه اینه که توجهت رو از خودت برداری و روی مخاطب بذاری. ازش سوال بپرس، نظرش رو بخوا، از مثال استفاده کن. وقتی مکالمه دو طرفه بشه هم استرست کم میشه و هم مخاطب بیشتر درگیر صحبتت میشه. حالا اجرا نکن، گفتگو کن. بیشتر آدما فکر میکنن باید روی صحنه اجرا کنن، همین باعث فشار زیاد میشه. اما اگه به جای اجرا تصور کنی داری با یه دوستت صحبت میکنی، هم لحن طبیعی تر میشه، هم ارتباط واقعی تری شکل میگیره. مردم دنبال یه سخنران بی‌نقص نیستن که، دنبال کسی هن که واقعی باشه. خب حالا چی گفتم که اگه هنوز قبل از صحبت کردن استرس میگیری، بدون که کاملا طبیعیه. استرس دشمنت نیست، فقط سیگنال مغزته که میگه این موضوع برات اهمیت داره. با چند تا نفس عمیق، داشتن یه ساختار ساده، تمرکزت روی مخاطب بردار و استرست رو بپذیر. کم کم یاد میگیری با وجود ترس هم با اعتماد به نفس صحبت کنی. یادت باشه اعتماد به نفس یعنی با وجود استرس باز هم قدم برداشتن. اگر قبل از صحبت کردن استرس میگیری، بدون که این کاملا طبیعیه. فرق آدمای موفق با بقیه این نیست که نمیترسن، فرقشون اینه که با وجود ترس اقدام میکنن. از امروز فقط یکی از این تکنیکایی که یاد گرفتی رو امتحان کن، احتمالاً از نتیجهش شگفت زده میشی. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی درباره اعتماد به نفس و رشد فردی و روانشناسی رو از دست ندی. حالا تو برام بنویس بزرگترین ترست موقع حرف زدن جلوی جمع چیه؟ تا ویدیوهای بعدی مراقب خودت باش.